پتروس در روی حولی می نشست و کنیزک به نزدش آمده گفت تو نیز همراه عیسی جلیلی بودی؟ اما پتروس در حضور همه سخنان او را انکار کرده گفت نمیفهمم چی میگویی. سپس وی از آنجا نزد دروازه حولی روانه شد. خدمتگار زن دیگری نیز او را دیده به آدمانی در آنجا ایستاده گفت وی همراه عیسی ناصری بود. پتروس باز انکار کرده گفت قسم میخورم که این آدم را نمیشناسم. بعد از مدت چند مردانی که در همانجا بودند نزد پتروس آمده گفتند انیق تو هم با آنها بودی چون که از لهجه‌ات معلوم است. ولی پتروس قسم خورده گفت خدا زند که این آدم را نمیشناسم. همان لحظه خروس جیغ زد. و سخن عیسی به خاطر پتروس آمد. او گفته بود که هنوز خروس جیغ نزده و 3 بار شناختن عیسی را انکار میکند. پتروس از حولی بیرون برآمده زار زار گریه کرد.